سلام و عرض ادب خدمت شما هنردوستان عزیز. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. متین هوشمند هستم، مدرس و نوازنده گیتار. خواستم بگم که ممنونم از اینکه ما هنرمندا رو حمایت میکنید و چنل ما رو سابسکرایب میکنید. دوستان، این جلسه میخوایم راجع به در واقع نوت‌های سیم دوم گیتار، آکوردهای ر مینور، لا مینور و می ماژور و چند تا تمرین از کتاب آکسفورد در واقع آشنا بشیم. خواهش میکنم که با من همراه باشید. خب دوستان، صفحه 13 کتاب آکسفوردتون رو باز کنید. اومده شما رو در واقع با نوت‌های سی، دو و ر آشنا کرده. نوت سی که آزاد سیم دوم هست، یعنی ما سیم دوم رو همینطوری میزنیم و هیچ فرتی رو نمیگیریم، جاش روی خط سوم حامل هست، همون طور که تو تصویر مشاهده میکنید. این نوت سی هستش. نوت بعدی نوت دو هستش که جاش بین خط سوم و چهارم حامل هست و جاش توی گیتار در واقع فرت اول سیم دومه. نوت بعدی نوت ر هستش که جاش روی خط چهارمه. دقت کنید دوستان که توی گیتار هم فرت سوم سیم دومه. خب حالا من خط اول صفحه 13 رو براتون میزنم، دقت کنید. خب دوستان، میریم سراغ خط بعدی، خط دوم. خب حالا خط سومش اومده در واقع نوت ر رو هم وارد ماجرا کرده. در واقع خط سوم رو براتون میزنم. ر ر ر ر سی دو ضربه، دقت کنید. سی ر ر سی. درود دوستان، میخوایم با مبحث جذاب آکوردها آشنا بشیم و اصلا بدونیم که آکورد چی هست. تو موسیقی ما چند تا نوت با هم بگیریم در واقع یک آکورد تشکیل میشه. حالا تو انگلیسی بهش میگن کورد، یه اسم دیگه هم داره، حالا تریاد هم بهش میگن. خب این جلسه میخوام با آکوردهای ر مینور، لا مینور و می ماژور آشنا بشیم. خب برای گرفتن آکورد ر مینور، انگشت اولتون روی سیم اول فرت اول، انگشت دومتون روی سیم سوم فرت دوم و انگشت سومتون روی فرت سوم سیم دوم قرار میگیره. این آکورد ر مینور هست که انگلیسی با علامت دی ام نمایش میدن. دوستان، حفظ کردن حروف انگلیسی آکوردها الزامیه برای اینکه بعدا بخوایم یاد بگیریم چطوری آهنگو بخونیم، حتما لازممون میشه. اونا رو سعی کنید حفظ کنید. آکورد ر مینور. آکورد بعدی آکورد لا مینور هست. انگشت اولتون روی فرت اول سیم دوم، انگشت دومتون روی سیم چهارم فرت دوم و انگشت سومتون هم روی فرت دوم سیم سوم قرار میگیره. این آکورد لا مینوره که توی انگلیسی با AM نمایش میدن. آکورد بعدی هم آکورد می ماژوره. همین در واقع آکورد لا مینور رو شما یه دونه سیم انگشت رو ببری بالا، آکورد می ماژور تشکیل میشه. حالا اسم
در واقع انگشتارم بهتون میگم. انگشت اولتون رو بذارید روی نوت در واقع سل دیز یا همون فرت اول سیم سوم، انگشت دومتون روی فرت دوم سیم پنجم قرار میگیره و انگشت سومتون هم روی فرت دوم سیم چهارم. دوستان این آکوردها رو سعی کنید هی با هم دیگه عوض بکنید که تو دستتون جا بیفته، یا با شستتون در واقع آف داون کنید. به این صورت. برای اینکه آکورداتون صدای تمیز و درستی بدن، ببینید آکورد باید این صدا رو بده، نه این صدا. بعضی از دوستان، حالا من چون تدریس میکنم در واقع با این صدا خیلی، بعضی از دوستان همچین صداهایی در میان. این صدا غلطه. صدای آکورد باید واضح باشه. ببینید به این صورت. دقت کنید که گوشت انگشتاتون روی سیم ها نباشه، نوک انگشتتون در واقع روی سیم قرار بگیره، چون گوشت انگشتتون ممکنه سیم رو میوت بکنن. بعضی از دوستان شستشون در واقع از این قسمت بیرون میزنه. سعی کنید در واقع ببینید اگه شستتون بیرون باشه امکان داره همچین صدایی تولید بشه. سعی کنید شستتون رو ببرید پایین‌تر تا حدی که معلوم نباشه و در واقع اینا رو هی با هم عوض بکنید که تو دستتون جا بیفته. آکوردها یه خورده طول میکشه تا تو دستتون جا بیفته. معمولا 2-3 هفته‌ای باید باش کشتی بگیرید. خب دوستان، به پایان جلسه سوم رسیدیم. امیدوارم که این کلاس واسهتون مفید بوده باشه. متشکرم از اینکه ما هنرمندا رو حمایت میکنید و کانال ما رو سابسکرایب میکنید. هر پیشنهادی که دارین، هر حالا انتقادی که هست رو میتونید برام کامنت کنید. من همه رو میخونم و جواب میدم خدمتتون. ایام خوشی واسهتون آرزومندم. موفق باشید.